افغانستان در آستانه گفتگوهای صلح قرار دارد. به تازگی هیئت حکومت افغانستان پس از گفتگوهای چندین ماهه با هیئت طالبان از دوحه به کابل برگشتند. اما برای رسیدن به یک توافق احتمالی صلح، افغانستان چه قیمتی را خواهد پرداخت؟ به ویژه زنان، قشری که در چندین دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی دست و پنجه نرم کردند. این و چندین پرسش دیگر را با بانوی نخست کشور رولا غنی در میان میگذاریم. با ما باشید. بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین با وجود تمام مصروفیت‌هایی که داریم. آیا با رئیس جمهور آقای اشرف غنی درباره نگرانی‌های امنیتی امروزه شما صحبت میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در اول میخوام تشکر کنم از رادیو آزادی که مرا خواستن و اینمی ملاقات میکنیم. رئیس فکر میکنم که هر روز برایش یک رپور میاد. شما سوالتون بود که اگر سر از این گپ میزنیم، باید بفهمیم که رئیس صاحب یک نفر بسیار مصروف است و ما که میبینمش البته در وقف نان، در شای صبح وقف نان از طرف شو. در نمی وقت آدم میخواه که یک کمی راحت باشه و سر مشکلات زیاد گپ نزنه. ما زیاد سر از این گپ نمیزنیم، ولی معنیش نیست که ما احساس نمی کنیم و یکان دفعه نه تنها تاسف و رنج میبینیم، ولی هم کار میشه. من خودم بسیار کار میشم، چون جوانا هستند که میرن رقم که گفتمتون. این جوانا یکی مثل که اونا را هدف میگیرن و میخوان که البته ما بین جوانا یک احساس ناامیدی به آینده شود. منتها ما فکر نکنم که این بسیار دوامدار است. در رابطه با زنها شما زیاد کار میکنین و دخیل هستین. وضعیت امروز زنای افغانستان با 5 سال پیش اگر مقایسه بکنین تا چه حدی فرق کرده؟ تشکر که میگین که ما یک نقش داشتم. نقش ما بسیار مهم بود البته، ولی بسیار قاطع نبود. ما که اومدم شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای ترفه کشور باید کلگی را کار کنه. اینطور است که او را مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما، که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیک، البته یک اصطلاح ما میگم، ما دروازه را واز کردم و تشویق کردم. 5 سال پیش فرق کرده؟ زیاد فرق کرده. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون است خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تنها چادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوه یعنی. حالا که بیرون میریم، 1-2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی است، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه. مثلا خانوما در هر جای هستن، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستن، در بازار هستن، هر جایی که میریم. خود در مجموع خشونت‌ها سطحش نگران کننده است به شما؟ اول باید یک چیز بسیار، 2 چیز باید گفته شود. یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه
یک پدیده که در تمام دنیا است. منتها اینجا در افغانستان البته زیاد بود. ولی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چند دهاتی که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه. رفتار آدم بسیار خشن می باشه. فعلا هنوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم. فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم و این تنها ما بین مرد و زن نیست. خشونت علیه اولاد میشه، خشونت علیه مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود. ذهنیت بسیار وقت میگیره. آسان نیست. فکر نمیکنین که در بعضی موارد شما میتونستین یک نقش بازی بکنین؟ مثلا در پیوند به آخرین ماده‌ای که در رابطه در کد جزا تغییر کرد در رابطه به زنا ای بود که معاینات پرده بکارت باید صورت بگیره بر شکلش، اما با رضایت دختر و حکم محکمه. آیا نمیشد که اینجا پادرمیانی بکنین و قناعت بتین که این مسئله کاملا از کد جزا حذف شود؟ شما فکر میکنین که یک چیز معقول است؟ من نمیتونم بگویم، چون ما در این وضع هیچ وقت نبودم. این باید امی زنان که در این وضع هستن باید اونا گپ بزنن. از لحاظ اصولی تست بکارت فایده نداره، از خاطر که از لحاظ طبی اگر دکتر پرسان میکنی که تست بکارت چی نشان میده، میگه که هیچ نمیتونی نشان بتونه که بکارت است یا نیست، از خاطر که هر کس جانش فرق داره از کس دیگر و همچنان به زنان همینطور است. پسی که وجود داره در افغانستان درست نیست دیگه؟ جای ما نیست که بگویم، جای ما نیست. چرا سیم بودن زنا در روند سال بسیار حیاتی است برای مردم افغانستان؟ بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای وضع که علی نمی وضع که اونا زندگی میکنن که یک وضع که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است که اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن و آیستا آیستا. من نمیگم از روز اول، من خودم آگاه نبودم، ولی از بحث های خانوما فهمیدیم که اینمی قانون اساسی است که در مابینش اینمی قانون اساسی یک مستند قانونی که پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان که باید حفظ شود به عنوان حفظ شود و که مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود اینمی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میآید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیآید از خاطر که در بینش نیست. اگر حکومت موقتی میآید ای دستاورده از بین میره و از او خاطر اونا بسیار چی دارن، بسیار اصرار دارن. اگر طالبا در برابر آتش بس حکومت موقت پیشنهاد بکنه، مشوره شما به رئیس چه خواهد بود؟ مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنین. این بسیار خطرناک است. ولی نمیفهمم که رئیس جوابش چی میشه. امی رای من گفتم ولی نمیفهمم که او چی میشه. روایت طالبان یا آخر اندکی فرق کرده، گفته تمام حقوق زنان رو میتمام در چوکات اسلام. برداشت شما از بیانیه چی است؟ شما رسانه هستین. طالبان در میز مدور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که میگفتن که خانم‌های ناقص العقل و ناقص دین. چی فرق است علی؟ اونا هر چیز که میگن میکنیم و
یکی از خانمای یکم مسن که در وقت طالبا بود برای من گفته والا اونا همینطور میگفتن در وقت میگفتن که برایتون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن ولی هیچ نشد. ما زیاد امیدوار نیستم که میکنن اگر آمدن. بعضی وقتا رئیس صاحب متهم میکنه بعضیا با فساد، به رسانه دامن زده میشه ای گپ. همون زمان شما چی احساس می‌داشته باشین در برابر اخباری که نشر میشه؟ احساس میکنم که هیچ وقت یک مثل است، یک اصطلاح است که در فرانسوی میگه nul n'est prophète dans son pays، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود، که مردم قیمت نفر نمیشناسد که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگم که ما امیطور کردم، هیچ نمیگه که ثواب که ما امیطور است، هیچ چیز نمیگه، میگه که ما امی کار دارم و امی کار میکنم، امی چیز است که مردم امیطور بفهمی نشانی میده. این امی مشکل خودشان است، مشکل ما نیست و مشکل رئیس صاحب نیست. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمند. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چقدر خوب شدن. سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار علی، کل تجارها میتونن امونجا برن تجارت کنن. نفرای بسیار استفاده کردن از چیزهای و این همی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز ادعا میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود. چون در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستند، ولیسی جرگه هستند، جرگه هستند، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن و این نمیفهمم که چطور مردم ایرا در گزینش که کی را تایید کرده و کی را رد کرده. دو خانمی که رد شد شما را جگرخون ساخت؟ جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشند، پارلمان بگویا یا نگویا، ولی این نشان میده که اونا با کارشان وارد نیستن. از خاطر که امینجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است، کی پیدا میشه یک خانم رقمازی که بتونه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معارف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنه، کی پیدا کنیم؟ شما گفتین باقی میمانه، اینا به عنوان سرپرست میمانن یا؟ نمیفهمم. شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن. امی ربانی خوب وزیر چیز بود، خارجه بود، ماند چندین سال، قبلش سپانتا چندین سال مانده. اونا میخوان امیطور کنن بسازن، ولی ارزش پارلمان بسیار پایان آورد. با عنوان آخرین سوال اگر مطرح کنم، یکی از دوسیایی که مربوط میشه بازم به زنا از آقای کرام‌الدین است که پس از اینکه دوسیش توسط فیفا مطرح شد و اتهام تجاوز جنسی، نه تنها که اونا کشانیده نشدن، اما نشست خبری هم برگزار کردن و خود برات دادن
در این باره نگرانی شما چی بوده؟ خود آقای کرام دین کریم نشست برگزار کردن که ما همی کار نکردیم. لازم است که بیای محکمه حتما او گفته بود که باید 1 سال در زندان باشه. او باید گرفته شود که در زندان بره. تشکر خانم رولا غنی بانوی نخست کشور، سپاس از فرصت دادید. تشکر. زنده باشید.